از بس شیعه رو بر ضد سنی و سنی رو بر ضد شیعه تحریک کردیم که یک جای کوچک در جهان اسلام امروز باقی نمانده که در آن غوغا برپا نباشد و خون فرزندان مسلمان برای مسلمانان مباح نباشد. نتیجه همین تبلیغات است که امروز دامنگیر مسلمین شده. علمای مسلمان در صدر اسلام مسئله حق اساسی و اینها بحثی است، اما واقعیت تاریخی این است که علی با خلفای ثلاثه چنان زندگی کرد که برای دفاع از عثمان علی پسرانش رو فرستاد. حسن یا حسین یکی از فرزندان پیغمبر به دفاع از عثمان زخمی شد. کجا شما دیده اید که اینا با هم دراویش شده باشد و جنگ و جدال کرده باشد؟ وحدت اسلامی رو حفظ کردن. ائمه دین و فقهای امت که مکاتب فقهی را به نام مذاهب به وجود آوردن با یکدیگر دشمن نبودن. ما امروز کار رو به جای رسانده ایم که مسلمان دشمنتر از مسلمان ندارد. بعضی از کشورهای اسلامی شعار اتحاد با یهود را بر ضد بعضی کشورهای اسلامی مطرح می‌کند. کار ما به کجا رسیده؟ مسلمان رو قتل عام می‌کند، به بچه مسلمان رحم نمی‌کند، به ناموس مسلمان رحم نمی‌کند، به عزت مسلمان رحم نمی کند، به کشورهای اسلامی رحم نمی کند. کران تا کران بلاد اسلامی غرق در جنگ و نفاق است که در آن نه یهود است، نه مسیحی است، نه هنود است، نه کسی دیگه. مسلمان است که در نمیدانم سوریه و عراق و منطقه عربی و مصر تا لیبی و الجزایر و اینجا هم افغانستان و پاکستان و کجا جنجال خلق میکند و روزی نیست که دامن مسلمانان از خون عزیزانشان تر و سرخ نباشد. ما با همین تبلیغاتی فضا را به وجود آوردیم. دهن ملای شیعه بشکند که بر ضد سنی تبلیغ میکند و دهن ملای سنی بشکند که علیه شیعه تبلیغ میکند. حاصلش همین است که امروز ما گرفتار آنیم. نه دولت کار رو حل میتواند، نه مردم کار رو حل میتواند. هر کجا در بلاد اسلامی قدم بگذاری، آخر دیروز جنگاوران مورد قتل و غارت قرار میگرفت، امروز خانواده ها و مردم بی‌طرف نه تنها اطفال مسئول نیستن، زنها مسئول نیستن، نوامش مردم مسئول نیستن. برای آن که ما راه پیغمبر رو رها کردیم و راه شیطان رو در بین مردم تبلیغ کردیم، سنت شیاطین رو دنبال کردیم. هر کدام ما جزء لشکر ابلیس گردیدیم و جامعه خود رو پاره پاره و تکه تکه کردیم. وانگهی هم گله داریم که خدا لعنت کند این را، خدا لعنت کند آن را، چنین بلایی رو به سر ما آورده. من معتقدم سازمانهای جاسوسی بین المللی، ابرقدرت‌ها، دشمنان اسلام تلاش میکنن بین ما خرابکاری کنن، اما زمانی که ما آماده نباشیم پس خرابکاری نمیتواند. پدری که با اولادش بد برخورد دارد و ناقص معامله میکند، فرزندش توسط دشمنانش استخدام و خانوادهش رو برباد میکند. مرد مدبر وقت فرزندانش رو با برخورد درست از عواطفش سرشار کند، هیچ کس در درون فامیلش نفوذ کرده نمیتواند. این ماییم که بهانه به دست دشمن داده ایم. مسلمان روز جمعه لباس سفید می پوشد، اسلحه بر می دارد،
مسلمین رو برای رضای خدا قتل عام میکند، ناموس مسلمان رو برای خدا هتک میکند، امنیت مسلمین رو برای خدا برباد میدهد و از بین میبرد. یک شبه به وجود نیامده. 1300 سال پس از پیغمبر و پس از ائمه راستین، در حدود 1000 سال منظم شیعه بر ضد سنی و سنی بر ضد شیعه تبلیغ کرد. امروز حاصلش تکفیری هاست.